خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیوی روم تور. از در که بیاین تو این ور کمد داریم، کتابخونه داریم، یه دونه آینه قدی داریم، منو داریم، سلام. و اینکه این ور رو بچرخیم یه دونه نانولیف داریم. که 9 تیکه است، با این کنترلشه، با این مودا و رنگاش و اینا عوض میشه. نور خیلی زیاد الان خوب دیده نمیشه ولی قشنگه، خودم درستش کردم. در ضمن تخت داریم دیگه، پرده داریم، پرده کلوف داریم که اینجا میخوایم ما روز و شب کنیم، حاجیتون اینجا میخوابه و شب و صبح میکنه و این داستانا. یه دونه اینجا این دروورا داریم که توش من یه سری قرص و خرت و پرت و ماشین ریشتروش و اینا ریختم روش. اون ماهه رو میبینیم، کره ماهه کو اینجا، اونم یه شب خواب دکوریه، اونم باز خودم درستش کردم. عطر و اتکلونامو داریم، موام دستمال کاغذی و این داستان و اینا. یه دونه اونجا کورنر لایت داریم، اون کورنر لایت هم برنامه پذیره، یه دونه ریسه داره که با اپ و اینا کنترل میشه، اونم موزیکاله مثل این نانولیفه. خیلی خوشگله، همونطوری که دارید خودتون میبینید تو اتاق یه نمای خیلی خفن بهتون میده دیگه. بچرخیم یه خورده عقب. اینجا یه دونه ریسه نانی فول کالر 5 متری داریم که من اینجوری اومدم شکلش دادم، با میخ کوبیدمش تو دیوار. اینم با برنامه مودا و رنگش و اینو عوض میشه. اینم موزیکاله. این ور یه دونه صندلی گیمینگ کولر مستر داریم، کالیبر R1. یه صندلی خیلی خوب، از این بالشچکا داره، از این بیاد بالا بیا بالا، یه دونه از این پشت کمریا داره، ارتفاعش تنظیم میشه. این پشتیش تا 180 درجه میخوابه. حاجی تو روی این میتونی بخوابی، از تختم راحت تره. یه واسه هر گیمری یه دونه از اینا لازمه. لعنتی یا پشت پیسی چجوری گیم میزنید با صندلی آشپزخونه؟ یه دونه اینو بگیرید کمرتون رو ندید به باد دیگه. خلاصه خوشگله، خوش قیمت، راحت تو رقیبا نسبت به رقیبای خودش این بهترینه دیگه. بریم سراغ 1 2 3 صدا خوب میاد الکی، اصلا وصل نیست به اون. یه دونه میکروفون مانو داریم، PM 461 S. من دارم این الان تولد میکنم. PM 461 S خیلی میکروفون خفنیه. وضوح صدای بالا، این خاموش شد. وضوح صدای بالا، کیفیت بالا، قیمت پایین و مناسب. خلاصه فقط نون نمیخره واسهتون با این قیمتی که داره، خیلی خوبه. این پاپ شیلدش و ایناش روش بود، این شاک مانت و این بازویه روش بود. خوبی این میکروفون اینه که اینجا روش یه دونه ولوم گین داره، از همینجا شما میتونید کاراتون رو بکنید. و این که USBه، تو همینو میتونی بزنی تو پورت USB کامپیوترت و صحبت کنی و ریکورد کنی بدون اینکه بخوای کارت صدایی چیزی داشته باشی. خیلی خفن نیست؟ یه دونه آیپد ایر 2 داریم که اینجا واسه من نقش کنترلر این RGB ها رو بازی میکنه و نقش استریم دکو دیگه. یه دونه کات بخوره بیاد این ور نگاه 1 2. خوشتون اومد؟ اش کردی؟ جادو کردم. خب ما این ور یه دونه مانیتور داهوا داریم، یه مانیتور خیلی معمولی داهوا که فکر کنم اصلا 60 هرتز هم نیست، 60 FPS هم نمیتونه نشون بده. ولی خب اینجا ما یه دونه هدست کولر مستر داریم، مدل MH670 وایرلسه ولی با دانگل وصل میشه. کولر مستر چته؟ چرا؟ برای چی؟ چرا این باید با دانگل وصل شه؟ نمیدونم. ولی این مفصلاش خیلی مزخرفه. من 50 بار چسب زدم این ورش اون ورش، اصلا یه چیز افتضاح. ولی 71 کانال است دیگه. مثلا این هدست دومم کورسیر HS70، این هم 71 کانال است. خوبی این هدست اینه که اوپن بکه،
اینجا از توش صدا میاد، یعنی شما هر چقدر جیغ و داد کنی باز صدای خودتو میشنوی دیگه. مانیتور اصلی، مانیتور کولر مستر، بازم همه چی کولر مستر تو این اتاق. ست بستم دیگه. GM27 FFS 165 هرتز، ساپورت 2K اگه اشتباه نکنم داره. پنلش IPS. ماشین بازا بگن این چه ماشینیه، اصلا تفاوت رنگ اینو با اونو نگاه کن، اصلا حظ میکنی. آها، اینجا ما یه دونه تمیز کننده مانیتور داریم که از برند سامسونگ الکی. زمانی که من PS4 داشتم، اینم بازی های اونه، PS4 همون فروختم، بازیاش بود. سکنسان و یه دونه کال آف دیوتی اینفینیتی وار اگه اشتباه نکنم دیگه، همینه. اشتباه چی؟ کیبوردم هم کولر مستر CK352 براون سویچه. از کجا در بیارم سویچاشو؟ از اینجا. چرا براون سویچ؟ چون شما شب میخوای گیم بزنی، نصف شب تلق تلوق نمیکنه خانواده رو آسی کنه. یه دونه موس بازم کولر مستر داریم MM710. آره MM710 داریم، کلا 60 گرمه، کلا 60 گرم. موس سبوکه، اصلا بعد دستتو میذاری روش عرق نمیکنه، تأخیر نداره، خیلی نیم میلی ثانیه اینا فکر کنم تأخیر داره. یه دونه موسپد X لارج داریم، موسپد MP511 X لارج، بازم کولر مستر. خیلی موسپد خاصی نیستش ولی خوب دیگه. من دوربین رو از روی سپایه وردارم، بریم سراغ کیس رو که داری. این سه تا فنای کیس مال خود قاب کیسه. قاب کیس کوگاره، با این دکمه RGB و ایناش تغییر میکنه، ولی توش کیس خفنیه دیگه. ولی در کل 32 گرم جی اسکیل داره، یه دونه مادربرد B760 آروس داره، وای فای، اینم دانگلشه. این فلاش هم که میبینید دانگل هدست هست. اینم یه دونه فشنگه که حاجیتون از میدون تیر پیچونده الکی. یه دونه کارت گرافیک 4070 داره، جی فورس RTX 4070 گیگابایت دیگه. یه i5 13600 KF داره دیگه. چیا داره؟ یه ترابایت SSD داره، یه دونه واتر کولینگ ترمال تک داره و یه دونه پاور 850 گلد. کسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید و تا آخرش این ویدیو رو نگاه کردید دیگه، فکر نمی کنم چیزی از ویدیوی روم تور مونده باشه که نگفته باشم. تقریبا همه چی رو سریع گفتم و خلاصه که وقتتون گرفته نشه. و اینکه دیگه یه سری چیزا میخواستم بگم یادم رفت. لطفا لایک و ساب و کامنت یادتون نره، زنگوله نوتیف هم بذارید روی آل تا هر ویدیویی که میذارم اولین نفر شما باخبر شید. این اولین ویدیو یوتیوبی منه و خب قراره تو آپارات و اینام آپلودش کنم. قول میدم به مرور زمان سطح کیفیت ویدیو بیاد بالا، خیلی کیف کنید، خیلی عشق کنید. خیلی ایده ها تو ذهنم دارم، پس لطفا ساب کنید تا یه انرژی به من داده بشه. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.